این اسکلید ویه. یه چیز جالب که داره، تو میتونی کلن اینو روشن بذاری و کیفیت دوربینش واسه روز، یعنی الان روز صبح هم هست، خیلی خوبه. ببین اسکلید جز ماشینای تقریبا میشه گفت بهترین آمریکایی‌هاه از لحاظ کوالیتی ساخت و خیلی هم ماشین بزرگیه، یعنی از X7 و لندکروز و اینا خیلی بزرگتر. در مجموع همون انتظاری که داشتم، سواریش دقیقا سواری استایل X7، یعنی رقیب X7 رقیب اینه. ماشین خوبیه و وقتی رانندگیش میکنی میفهمی چرا حالا آمریکایی‌ها اینقدر دوستش دارن یا طرفدارای خودشو داره. خیلی بلند قده تو جاده، خیلی بلند قده. ساسپنشنش هم که ایره و رانندگیش همون. ببین این اصلا چیزیه که آمریکایی‌ها دوست دارن. حالا شاید به خاطر مسافت‌های طولانی و جاده‌های بلندشونه، ماشین دوست دارن بازی کنه. یعنی مثلا این ماشین با این هیکلش یه گازش میدی کلش میره بالا، در صورتی که این بیشتر تغییرات ساسپنشنه تا اینی که به قدرت موتور خیلی ربط داشته باشه. چون ماشینای خیلی بیشتری هستن که قدرت موتور بیشتری دارن ولی موقع گاز دادن این اتفاق نمیفته. بعد ببین همیشه از دیده یه سایز استانداردی هست، خب یه سایز اوکی هست، یعنی همیشه یه جا مثلا تو بی ام و ها X1 ماشین خوبیه، X3 ماشین اوکیه. X3 و X1 در اصل یکی هم، سایز یه ذره بلندتره فقط. X5 دیگه بسه، یعنی هر چیزی یه حدی داره به نظر من و واسه همینم هست که میگم X5 ماشین ده. حالا وقتی میایم تو ماشینای آمریکایی بزرگ، چون اینا کلا سیستماشون فرق داره، هیکل گنده‌شو نبین. ماشین آفرود نیست، یعنی انگار یه مینیبوس کوچیک‌تره. اصلا نه استایل آفرودو داره، نه راه رفتنش، نه دیزاین شده واسه این کار. سپرهای بلند و نگاه کن، راه رفتنش واسه ماشین 8 سیلندر 6200 cc، راه رفتنش واسه ماشین با این وزن خیلی خوبه. کلا حالا در مجموع من چون فن ماشینای بزرگ نیستم، یعنی الان من فقط دنبال فرصتی همین ماشین پیاده شم.